الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر یک شما را به برنامه سوال جواب خوش آمدید میگوییم. الله سبحانه و تعالی در کجای باشید همیشه نگهبانتان باشد. و امروز میخواهم به سوال یک چند دوستان غریبی ما و شما، آنهایی که در غریبی قرار دارند، یک چند سوال ها دادند، میپرسند. به سوال آنها ان شاء الله جواب میگردانیم. درباره گوشت، درباره حرام است، حلال است، کدام گوشت ها را خوریم نخوریم، اینها را پرسیدند. و امروز میبینیم که ما و شما یک عددی خیلی زیاد از برادران ما و شما، هموطنان ما و شما در غریبی قرار دارند. و همچنین یکی از برادرها، پیش از آنکه به این سوال ها جواب دهیم، یکی از برادرها میپرسد استاد، یک سوال دیگر، آدمی که در غریبی یعنی دور از جای تولدش وفات میکند، یک داملا میگوید شهید میشود. روایت امام بیهقی میگوید استاد همین حدیث باشد؟ خب چه خیلی که گفتیم، امروز ها خیلی از هموطنان زیادی ما و شما در غریبی قرار دارند. البته غریبی یک وزنینی دارد، البته دور از وطن، دور از پدر و مادر بودن، دور از اهل و عیال بودن، این خود مشقت است. ولی دوستان عزیز، نباید ما و شما وقتی غریبان را تعریف میکنیم از پیش خود یک قول گوییم یا حدیث گوییم یا این حدیث را، حکمش را بیان نکنیم. امروز خطاب میکنم به هر آن نفرانی که طالب علم هستند، اهل علم هستند، در راه دعوت هستند. یک خواهش ما این است که وقت حدیث میگوییم از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است میگوییم، لطفاً آن حدیث صحیح است، حسن است، ضعیف است، مرسل است، باید بیان کنیم. و این حدیثی که امروز میگوید غریب وقتی در غریبی وفات میکند شهید است، چنانه که اهل علم بیان کردند، این حدیث ضعیف است. و نه فقط در بیهقی، در دیگر کتاب های حدیث هم روایت شده است. در ابن ماجه روایت شده است از عبدالله ابن عباس. ولی محققان از جمله شعیب الارناؤوط این حدیث را ضعیف گفتند. و همچنین منذری در ترغیب میگوید قال الحافظ وقد جاء في ان موت الغریب شهاده جمله من الاحاديث لا يبلغ شيء منها درجه الحسن فيما اعلم. میگویند که آن چیزی که من میدانم، تمام روایت هایی که غریب وقتی وفات میکند شهید میشود، همه‌اش ضعیف هستند، اقلا حسن نیست، اقلا به درجه حسن نرسیده است همین حدیث ها. و همچنین ابن القیم میگوید موت الغریب شهاده هذا الحديث لا يثبت وقد روی من طرق لا يصح منها شيء. با یک چند راه ها روایت شده است، یگان آن راه ها صحیح نیست. وقتی یگان راهی همون روایت حدیث صحیح نباشد، ما باید بیان کنیم، گوییم که بله روایت شده است اما ضعیف است. همه روایت هاش چنانه که دیدیم همه ضعیف است. و همچنین در مقابل حدیث ضعیف اگر حدیث صحیح باشد یا حدیث حسن باشد، ما باید حدیث صحیح یا حسن را ذکر کنیم. وقتی حدیث صحیح داریم یا حدیث حسن داریم، برای چی ما میرویم به حدیث ضعیف روایت میکنیم؟ در حدیث حسن روایت شده است که چنانه که احمد شاکر این حدیث را حسن گفتند، مرد در مدینه وفات میکند و آن را دفن میکنند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ای کاش از مدینه دورتر دفن میشد. صحابه میپرسند برای چی یا رسول الله؟ میگویند وقتی انسان از جایی که تولد شده است در یک جای دور دفن میشوند، ملائکه ها چیکار میکنند؟ قیاس میکنند، یعنی آن مسافه را چین میکنند و چقدر که دور باشد همانقدر در قبر او چی میشود؟ وسیع میشود، قبرش وسیع میشود. البته که انشاءالله از اهل ایمان باشد، از اهل تقوا باشد و از اهل جنت باشد. و بنابراین بازم تاکید میکنیم اگر حدیث ضعیف باشد، محترم اهل علم، آنهایی که دعوت میکنید، آنهایی که به مردم سخن الله و رسولش را میرسانید، ضعیف باشد ضعفش را بیان کنید. و این از باب امانت علم است. ما و شما امین هستیم، مردم به ما باور کرده میپرسند، سوال میکنند، وقتی حدیث ضعیف باشد باید بیان کنیم.
خب میگذاریم به سوال دیگر. یکی از دوستان میپرسه السلام علیکم برادر، آیا کارخانه هایی که هم گوشت حلال و هم حرام میبرارد استفاده برده میشود مانند حسیب ها، کلبسه و سسکه و امثال اینها؟ دوم سوال، مانند این کارخانه ها نوشاکی نیز هم نوشاکی مست کننده میبرارد هم نوشاکی حلال، آیا نوشیدن این گونه نوشاکی ها اجازت هست در حالی که در یک کارخانه کار کرده میشود؟ خواهش جواب میدادید. خب البته پیش از آنه که حرام یا حلال بودنش را گوییم دوستان عزیز، این چیزها کلبسه و سسکه و همین چیزهایی که محصولات هایی که ذکر کردیم، اولش اینکه به سلامتی ها امروز چقدر طبیب ها چقدر متخصصات تاکید میکنند که به سلامتی خیلی ضررهای جدی میرساند. بغیر از حرام و حلال بودنش یک چند چیزهای خیمیکتی، چیزهایی که امروز سلامتی ما و شما را خراب میکند، آن چیزها را دارد. این چیز را تاکید کردنی هستیم. دومش در حدیث صحیح بخاری روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز فتح خیبر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد فتح خیبر میبینند که دیگ ها در تگ دیگ آتش افروخته هستند، علوب کرده ایستادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند این دیگ ها رو، در این دیگ ها چی است؟ برای چی آتش افروختند؟ میگویند گوشت پخته ایستادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند چگونه گوشت؟ میگویند گوشت خر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آن دیگ ها رو، یعنی در درونش همون بودگی چیزهایش رو ریزید وکسروها و آن رو شکنید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشت خر رو در اینجا حرام کردند، نباید خورید. پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام کردند و همچنین گفتند که وقتی در همون دیگ یک گوشت حرام پخته شد و استفاده برده شد، پیامبر گفتند آن رو بریزید و بشکنید. یکی از صحابه پرسید یا رسول الله نهرقوها و نغسلها، گفت آیا ما همون رو ریخته شسته از نو استفاده بریم میشود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر ناعلاج باشید بگذار، میلش بریزید و بشویید و استفاده برید. خوب، باز یک در حدیث صحیح دیگر امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از ابی ثعلبه خشنی میگوید قلت یا نبی الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم. گفتند یا رسول الله، ابو ثعلبه گفتند یا رسول الله ما در یک سرزمین قرار داریم که آنها اهل کتاب هستند. امروز برادران ما و شما در غریبی هستند، در سرزمین اهل کتاب هستند. به مانند همین صحابه گفتند من در سرزمین اهل کتاب قرار دارم، آیا از همون ایدیش هایی که آنها میخورند همونها را استفاده بردنم جایز است یا جایز نیست؟ ممکن است یا ممکن نیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اما ما ذکرت من اهل الكتاب فان وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها. گفتند اگر دیگرش باشد، یعنی در دیگر ظرف در دیگر ایدیش یافتی بخور، اگر فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. گفتن اگر نیافتی، یعنی دیگر ظرف نیست که تو به همان بخوری مگر ظرفی که در همون اهل کتاب خورده است، چیکار کن؟ گفتن تازه بشو سپس استفاده برید. معلش یعنی از این دو حدیث ما میفهمیم که هر ظرفی که در آن گوشت حرام پخته شده است یا کارکر کرده شده است، یا هر ظرفی که در آن خمر، نوشاکی های سپیرتی، نوشاکی مست کننده کارکرد کرده یا استحصال کرده شده است، در آن استفاده بردن آن را در یک چیز حلال جایز نیست مگر در حالت ضروری، همان هم پس از تازه کردن. اکنون به سؤال همین برادر برمیگردیم، آیا همون شرکت ها یا کارخانه ها یا زواد هایی که امروز چیزهای حرام استحصال میکنند، آیا شما میدونید که در همون اپارات ها یا در همون چیزهایی که حرام استحصال میکنند حلال را از همون چیز میبرارند کارکرد میکنند یا الوهیده؟ این برای ما و شما مجهول است. بنابراین از این شرکت ها موافق این دو حدیث صحیح ما باید چیکار کنیم؟ پرهیز کنیم. و همچنین شرکت های هست که سرتیفیکات های حلال دارند. بنابراین امروز شرکت هایی که یا کارخانه هایی که سرتیفیکاتی
حلال میدهند یکی از شرطشون این است که در کارخانه‌ای که یا در زوادی که امروز محصولات حلال میبراید شرطش این است که تا اینکه سرتیفیکت حلال را بگیرد به دست بیارد شرطش این است که همون آلات و اسباب هایی که همون اپارات هایی که استحصال میکنند باید تنها به تنها در چیز حلال استفاده برده شود. اگر در چیز حرام استفاده برده شود با آن سرتیفیکت حلال نمیدهند. بنابراین دوست عزیز، برادر عزیز، شما پرهیز کنید مادامی که در آنجا برای ما و شما دیگر محصولات های است که حلال است. برای چی ما میرویم یک کارخانه‌ای که هم حرام میبرد و هم حلال میبرد دستگیری کرده چیزهای حلال اینش حلال گفته ما استفاده میبریم. مادامی که حرام میبرد البته که باید در حلال برآوردن پرهیز نمیکنند. بنابراین پرهیز کنیم، البته افضل است و بهتر است. خوب میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز، ما در شهر غریبی هستیم. گوشت مرغی که بر تنش حلال نوشتگی خوردنش ممکن یا نه؟ پیشکی رحمت برای جواب دادنتان استاد عزیز. و علیکم السلام. سلامت باشید برادر عزیز. خوب، اکنون ما هر محصولاتی که در روسیه هست، در غریبی هست یا در چند کشورها هست، امروز هر یکی آن رو سرتیفیکات یا حلال حرام بودنش رو حکم کردن نمیتوانه. و امروز خیلی بسیار شده است که همون اتیکیت های حلال رو در یک محصولات حرام هم میچسبانند. بنابراین دوستی عزیز، برادر عزیز، شما پیش از آنی که یک محصولات رو در شهر غریبی میخرید باید از همون سرتیفیکات، باید از حلال بودنش 100% باید شما یقین پیدا کنید. و امروز الحمدلله جستجو کردن همون مشکل نیست. امروز آن شرکت هایی که سرتیفیکت حلال دارند QR کد دارند. با یک شما تکنولوژی را استفاده بردن میتوانید حلال یا حرام بودن همون را یا همون اتیکت سرتیفیکت حرام یا حلالش را شما میتوانید پیدا کنید، جستجو کنید. و همچنین امروز همون آیت کریمه ای که الله میگوید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و ذبیحه ها، آن گوشتی که اهل کتاب میکشد برای شما حلال است گفته است الله. امروز این دلیل شده نمیتواند خاصتا در روسیه. امروز گوشت روسیه را خوردن اگر حلال سرتیفیکت حلال نداشته باشد، اگر یک مسلمان شما یقینا ندانید که یک مسلمان آن را کشته باشد خورده نمی شود. امروز به همه روسیه اهل کتاب گفته نمی شود و اصطلاح اهل کتاب به تمام یا اکثری روسیه درست نمی گیرد دوستان عزیز. و خاصتا همون فابریکاهایی که امروز گوشت استحصال میکنند، فابریکاهایی که با مرغ پروری مشغول هستند، مرغ میبرند، آنها نظام آنها، طرز کشتن آنها برادران عزیز، وقتی گاو را میکشند، حیوانات شاخدار را میکشند، آنها با زدن یا با تاک با سوید زدن آن را چیکار میکنند؟ مرغ باشد چی باشد، همون فابریکه ها با تاک را استفاده میبرند یا در پیشونیش با همون اپارات ها زده آنها را بسیاری وقت میگویند میکشد با همین طرز. و البته این برای ما و شما الکی یک مرده میشود، حرام میشود. مسلمان وقتی ذبح کرده میشود گاو در همون وقت یا عموما حیواناتی که گوشتش حلال است وقتی ذبح کرده میشود پس آن حلال میشود. اما این قانون در روسیه یا در اروپا امروز تطبیق کرده نمیشود. در آنجا با تاک با سوید کشته آن را استفاده میبرند، خواه مرغ باشد خواه حیوانات چاروائی کلان باشد. امروز آن مطابق شریعت نیست و آن اهل کتابی که در قرآن الله گفته است ذبیحه آنها حلال است به امروزه موجود بوده استفاده برده نمی شود و درست نمی گیرد. بنابراین دوستان عزیز تاکید میکنیم که شما پیش از آنه که این لقمه ما و شما است، پیش از آنه که یک محصولات را میخرید از سرتیفیکت حلال آن شما یقین پیدا کنید آیا واقعا همون حلال است یا حرام است، یا همون اتیکیتی که دارد آیا درست میگیرد یا درست نمیگیرد. بنابراین الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که هر یکی ما و شما را نگهبان باشد، برادران غریبی ما و شما را نگهبان باشد. الله سبحانه و تعالی همیشه لقمه ما و شما را لقمه حلال بگرداند
و از حرام الله سبحانه و تعالی ما و شما را نگهبان باشد تا نوار آینده. الله نگهبانتون.